سلام. من امروز میخوام برات خلاصه خودمونی از زندگی علی دایی، اسطوره فوتبال ایران تعریف کنم. علی دایی متولد 14 بهمن سال 1348 توی شهر اردبیله. یه خانواده معمولی داشت و از همون بچگی عاشق فوتبال بود. میگن همیشه توپ پلاستیکی دستش بود و حتی توی کوچه های اردبیل هم با بچه ها بازی میکرد. پدرش خیلی روی درس خوندنش تاکید داشت، واسه همین علی دایی همزمان با فوتبال حسابی دنبال درسش هم بود. اون توی دوران دبیرستان شاگرد درسخونی بود و بعدش رفت دانشگاه صنعتی شریف و مهندسی متالورژی خوند. یعنی از اون فوتبالیستایی بود که مغز ریاضیاش هم حسابی کار میکرد. اما عشق به فوتبال باعث شد نتونه ازش دل بکنه. فوتبال حرفهایی رو از تیم استقلال اردبیل شروع کرد، بعد رفت به تهران و توی تیم بانک تجارت بازی کرد. همونجا بود که استعدادش حسابی جلب توجه کرد و راهش باز شد به پرسپولیس و بعد هم تیم‌های خارجی مثل السد قطر و بایرن مونیخ آلمان. در مورد زندگیشم بگم که علی دایی ازدواج کرده با مونا فرخاور و یه دختر به اسم نورا داره. خودش خیلی اهل خانواده است و معمولاً سعی میکنه زندگی شخصیشو از چشم رسانه‌ها دور نگه داره. بعد از فوتبال هم برند خودش رو به اسم دی اسپورت راه انداخت و تو کار پوشاک ورزشی فعاله. از اون گذشته همیشه پای کار کمک به مردم بوده، مخصوصاً تو زلزله‌ها و اتفاقات سخت. خودش شخصاً رفته کمک کرده. در کل علی دایی فقط یه فوتبالیست نیست، یه آدم سخت‌کوش، صادق و مردمیه که خیلیا بهش افتخار میکنن.